پیغمبری که اولاد نمیداشت، حضرت محمد صلی الله علیه و چرا اولاد نداشت؟ چرا بچه‌هاش کلش در طفولیت فوت کردن؟ چرا بچه جوان نداشت؟ به خاطر از اینکه برای موضوع عقیده بکنیم که پیغمبر نمیتونست برای خود بچه بده. اگر میتونست خود 20 بچه را خود خوش داشت، نمیگه که 20 بچه داشته باشیم سر معامله شه و بخواد دفاع بکنه. وقتی که خود پیغمبر بچه جوان نداشت، معنای از این است که پیش رویش در آغوش خودش بچه جان میتن. وقتی که اولادش پیش روی خودش جان میته و نفسش میبره و او را شفا دادن نمیتونه و او را مرگش پس گشتاندن نمیتونه و او در طفولیت طفلایش میمره و پیغمبر میاد احادیث که گریه میکرد و میگفت که انا لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، من جگرخون هستم در فوت تو بچه که ابراهیم. خب پس چرا که پیغمبر در عالم اسباب زندگی میکنه و خلق کردن و تصرف کردن در امور و برای کس بچه دادن، برای کس دختر دادن، کلش مربوط الله میشه و دیگه پیغمبر تصرف کردن نمیتونه. امروز ما مالک متصرف به عوض الله یک مخلوق قرار میدیم که این مخلوق میتونه این کارو بکنه و یک تعداد انسان های که بیچاره یا دجال از شیطان است میفهمه به خاطر کفر خودی کار میکنه و یکی بسیار بی‌عقل است، از دین بی‌خبر است، از عقیده بی‌خبر است، درس دین نمیفهمه، تابال یک روزم اسباب مافوق اسباب نمیفهمه، از این خاطر دایری بدبختی ها گرفتار هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، درس امروز ما و شما یک موضوع بسیار مهم است که یکی از بخش‌های بسیار مهم عقیده است که این متاسفانه بسیاری از مردم در این مشکل دارن و در فهمش هم مشکل دارن. در کتاب‌های عقیده هم من که خواندم تا تحت یک عنوان خاصی بحث نشده بود، عناوین مختلف در تفاسیر، در کتاب‌های عقیده، در احادیث، در بعض جای ذکر شده بود. من امیر جمع کردم و خواستم که من حیث یک عنوان دقیق یک موضوع جداگانه سرش بحث بکنیم، چرا که بسیار مهم است. این بحث ما به نام عالم اسباب و مافوق اسباب است. یکی اول سر عالم اسباب گپ میزنیم، باز سر مافوق اسباب گپ میزنیم، باز سر درباره مشکلاتی که در این مسئله پیدا میشه پیش بسیاری مردم سر از این گپ میزنیم. اسباب خو به معنای جمع سبب است و سبب علما تعریف میکنن و میگن که آنچه که بنده آن را به قدرت و اختیار خود جلب منفعت و یا دفع کدام ضرر انجام میدهد. آنچه است که بنده آن را به قدرت و اختیار خود، بنده به قدرت و اختیار خود به خاطر جلب منفعت و یا دفع کدام ضرر انجام میدهد. این را سبب میگن. میشه ما شما این را سبب یا چیز مثلا وسیله که میگن، کلمه سبب که است این خو چیزی که الله سبحانه و تعالی این جهان عالم ما و شما عالم اسباب است. چی معنی عالم اسباب است؟ که الله سبحانه و تعالی ما و شما را خلق کرده و به خاطر از اینکه در این دنیا ما زندگی نرمال داشته باشیم برای هر چیز یک سببی را خلق کرده. مسبب الاسباب الله است. همین که همین اسباب خلق کرده الله سبحانه و تعالی این خلق کرده، لکن به خاطر از اینکه برای ما و شما مشکل ایجاد نشه برای هر کار یک سببی را خلق کرده که ما و شما در عالم اسباب از این وسایل و از این اسباب استفاده بکنیم. مثلا برای خوردن دست برای ما و شما خلق کرده. پس خود قدرت الله سبحانه و تعالی و قضا و قدر الله سبحانه و تعالی تقاضای زمینه میکنه که انسان مسلمان از این دستی که الله برش خلق کرده از این استفاده بکنه و غذا بخوره. پای خلق کرده در عالم اسباب زندگی میکنه. من میخوایم تا به شار برم، پس باید از پای خود استفاده بکنم و همین قسم وسایلی را الله خلق کرده بود
تا اینکه انسانها را عقل داد. عقل هم یک سبب است، یک وسیله هست که ما شما در عالم اسباب از استفاده کرده علم میخوانیم، کتاب میخوانیم، درس میخوانیم، مکتب میخوانیم، اختراع میکنیم، کشف میکنیم. تیل در زیر زمین است الله خلق کرده، برای ما عقل داده که با عقل خود همین تیل زیر زمین کشف بکنیم و با عقل خود موتر اختراع بکنیم. پس این تیل در بین موتر پرتیم و در این موتر سوار شویم و مشکل خود حل بکنیم. پس این عالم اسباب است. در جمله اسباب دوا هست، دکتر است. الله امراض مختلف را خلق کرده، امراض بسیار زیادی هست، لکن در پالی از این امراض الله سبحانه و تعالی برای ما و شما در عالم اسباب دکتر هم خلق کرده و برای هر مرض دوایی را خلق کرده و ما و شما را عقل داده و علم داده که از عقل و علم و دانش خود استفاده بکنیم، پیش دکتر بریم. بناهن در عالم اسباب وقتی که یک کس پیش دکتر میره، این امر الله سبحانه و تعالی است و اجازه الله هست که ما و شما پیش دکتر بریم و دوا بگیریم و تداوی بکنیم و ضرورت شود عملیات کلش. در قسمت اسباب باید بفهمیم که اسباب اول علما دو قسم تقسیم کردن. یکی میگن اسباب شرعی هست. اسباب شرعی است که او چی است؟ اسباب است که الله سبحانه و تعالی او را مشروع ساخته. پس اسباب شرعی که است این توقیفی هست، فکرتان باشه. اسباب شرعی توقیفی هست. آنچه که در قرآن و سنت آمده در اسباب شرعی باید به مو توقف بکنیم و به مو اندازه که برای ما اجازه داده شده استفاده بکنیم. مثلا در شریعت گفته شده که دعا وقتی که انسان میکنه، دعا سبب بسیاری از مشکلات انسان حل میکنه. پس انسان باید دست دعا به بارگاه الله سبحانه و تعالی بلند بکنه. مثلا در نصوص آمده که سوره فاتحه سوره شفا هست. اگر یک کسی سر یک مریض با مثلا عقیده درست و عقیده کامل سر یک مریض سوره فاتحه را میخوانه و یا خود مریض خودش برای خود میخوانه، اینال شفا در سوره فاتحه هست. پس اینال ما از سوره فاتحه میشه که سر مریض بخوانیم. یا مثلا سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس برای دفع اینمی سحر و جادو هست. کس عقیده داشته باشه یا خودش یا کس دیگه بالاش بخوانه، پس این برش فایده میکنه. اینال اما بعضی فالبینا و جادوگرا و اترا که هستن هر آیت صاحب برای یک مرض جور کردن و صاحب مثل که قرآن شریف فقط کتاب تعویذ است، کتاب جادو هست، از دل خود هر چیزا را جور کرده رفتن. این غلط است. بلکه اسباب وقتی که شرعی میگیم او باید مطابق اونم قسمه که نص آمده مطابق از او عمل میکنیم. مثلا چشم زدگی است، بله هست. یک کسی که چشم زده شده باشه چی است؟ آیت شریف است و یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. یا آیت شریف میخونم به این شکل. یا مثلا ما شما میفهمیم که ایمان و اسلام سبب رفتن انسان به جنت است. ایمان و اسلام سبب یا وسیله رفتن انسان به جنت است. یا مثلا انسان در خسران است، در زیان است. آیت قرآن گفته که وابتغوا الیه الوسیله. شما وقتی که میخواین برای الله خدا نزدیک بسازین وسیله بگیرین. پس اینال همین وسیله که الله گفته که همین وسیله را شما بگیرین به خاطر رسیدن به الله، همین وسیله چی است؟ این وسیله توقیفی هست، وسیله شرعی هست. آیا ما از دل خود کدام وسیله بسازیم یا این وسیله در قرآن تشریح و توضیح شده؟ تمام مفسرین در زیر ازیت آیت شریف وقتی که تفسیر نوشته کردن که وابتغوا الیه الوسیله، ما اکثرا یک روز ششتم امیک تمام، چون بسیاری کسا سرازیجه را بحث میکردن که ما والا با زیارت میریم، ما در قبر میریم و این وسیله میگیریم، چطور میکنیم؟ بالاخره من خواستم که این علمی تحقیق بکنم که این وسیله گپ از اینا درست است یا غلط است. وقتی که آمدیم که دیدیم که در قرآن عظیم شان برعکس گپ از اینا الله سبحانه و تعالی میگه که وابتغوا الیه الوسیله. تمام مفسرین کرام گفتن که وسیله چی هست؟ وسیله عبارت از اعمال نیک خود انسان. اینال پس وسیله که ما و شما از او استفاده میکنیم و در قرآن عظیم شان ذکر است وابتغوا الیه الوسیله. اینمی وسیله یا سبب شرعی هست که در قرآن عظیم شان ذکر شده. چی گفته قرآن عظیم شان؟ قرآن بر ما میگه که والعصر ان
الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله قسم یاد کرده که انسان در زیان و نقصان است. پس ما در زیان و نقصان هستیم، لکن استثناء برای کی هست؟ تو نگو استثناش معلوم شده که اینه میگفته که کسی که 3 وسیله را داشته باشه و عرصه وسیله را باید عرصهش یک جایی بگیره. والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا ایمان داشته باشن و عملوا الصالحات دومش اعمال صالحه بکنن و سومش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر که دعوت است. پس اینا کسی که میخواه که از خسران نجات پیدا بکنه و وسیله درستی برای نجات انسان چی هست؟ اینمی 3 اصل است که ایمان انسان نجات میده. دومش ایمان خالی نه، جمعش اعمال صالحه باید باشه. ایمان هم داشتی اعمال صالحه هم داشتی کافی هست؟ میگن نه، باید جمع دعوت باشه که تو و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هم داشته باشی. این بهترین وسیله اینمی هست. وانا سوره مبارکه سوره عصر است، شما ایره بخونید خلاص کل مشکلات برای انسان حل میکنه. اینی وسیله شرعی هست. وسیله شرعی است که آیات قرآن و احادیث آمده باشه که اینی کار برای اینی چیز میشه. اگر تو سوره فاتحه را سر مریض بخوانی انشاءالله تعالی ایره شفا میده اگر الله خواست. منتها سوره شفا است. اما این نیست که مثلا یک نفر خسته و بر هر جایی را که دلش پیدا شده که ماچم اگر قصه گاو بنی اسرائیل در کاغذ نوشته کنی باز در کله گاو ویزان کنی گاو شیر میته. اگر مثلا قصه سگ اصحاب کهف بگیری صاحب نام سگ اصحاب کهف سر کله سگ نوشته کنی باز سگ خوب جنگ میکنه. این گپایی است که انسان‌های مزخرف و بیدین و کسانی که از قرآن و از سنت استفاده صحیح نمیکنن و منفی میکنن و میخوان برای گمراهی‌های خود مردمای عوام الناس و بیچاره را بازی بدن. به خاطر که شما نجات بتین خواهرایتان، نجات بتین مادرایتان، نجات بتین خودتان. ایرمیال هفته گذشته مکت یک کسی که خودش روی تاله میدید، خودش فالبینی میکرد، این خودش الحمدلله که توبه کرد و آمد گفت استاد ما چون توبه کردیم میخوایم مصاحبه بکنم. گفتم خوب است به خاطر از اینکه مردم خبر شوند. گفتم چالها و فریبها و دروغها و مکرهای نزد فالبینا و تعویضگرا و جادوگرا هست کلاجی را ما کشف میکنم. آمد در استودیو و سی دی های ازیر خودش مصاحبه کرد و خودش هم تو کلش قصه میکنه. شرک در کجا در شرک مبتلا بودیم، در کجا در کفر مبتلا بودیم، مردم چه قسم بازی میدادیم، کل ازیر روی تالی چه قسم میدیم، کل به فرمولای خودم چالا و فریبای خودم چون خودش شوبه کرده الله هدایتش کرده کلش بر ما قصه کرد. ما هم کل ازیر در استودیو ثبت کردیم و امروز تقریبا من نمیفهم سی دی های ازور هم که 100 تا یا 80 تا یا 50 تا یا چند تا کاپی کردن و آوردن. شما میشه که از این سی دی ها حتما از استفاده کنین و این سی دی های فالبین بگیرین و با فامیلایتون نشان بدین تا که اونا را مردم بازی نتن. از زبان خود از که بشنوه باز میفهمه که یعنی او خودش گفت که من در مسند سید جلال آقا شیشته بودم و به نام سید جلال آقا من این کارا را میکردم. خب اینا یکی شد اسباب شرعی. دوم قسم اسباب کونی میگن. اسباب کونی یا کون ما شما همی عالم یا طبیعت میگیم که در اینمی عالم بعضی اسباب وجود داره که این اسباب توسط علم و تجربه حاصل میشه. مثلا چه قسم اسباب است در زبان عربی؟ کون، مکان، امی کون، امی عالم و اسبابی که در طبیعت یا در جهان وجود داره. چی است؟ مثلا یک دکتر است، فارماسیست است. مثلا فارماسیست میره در سر کو و اینجا بوتها هست، بوتها را معاینه میکنه، بوتها را در لابراتوار خود تجزیه میکنه و تحلیل میکنه. بالاخره یک بوته را میکشه که مثلا اینی بوته را وقتی که اگر از این دوا ساخته شود این برای فلانی مرض فایده میکنه به اساس تجربه. اینی اساس چی میگن؟ اسبابی است که به اساس علم و تجربه حاصل میشه. مثلا دکتر است، موادی که در داخل انار است امو چیز میگیره و در یک بوتل به شکل شربت جور میکنه و این تجربه کرده که به فلانی مرض ها خوب است. ما و شما
اون میبینیم ایره اسباب کونی میگن که غالبا دواها و بعضی چیزا در الله سبحانه و تعالی خلق کرده. در هر چیز ما و شما حتی ما را میگیم، شاید بسیاری کسا بگن ما چرا پیدا شده، لکن اگر شما برین دقت بکنین بسیاری وقتا همی در سر دواخانه ها یکی از علامات دوا مار بود. در سر دواخانه میدید یک دونه عکس مار هم ساختن که همی خود زار مار و حتی جلد مار و حتی گوشت مار و حتی چیز، اینا هم برای بعضی از امراض دوا بوده. پس این تعلق میگیره به اینکه انسان ایره کشف بکنه و تحقیق بکنه و تجربه هست و لابراتوار است و الله بر انسان عقل داده و از علم خود استفاده بکنه. این هم مخالف شریعت اسلام نیست. از این خاطر هم اسباب شرعی وجود داره و هم اسباب طبیعی یا کونی یا مثلا ذاتی که الله سبحانه و تعالی ایره در جهان خلق کرده و انسان میتونه که از کل از این استفاده بکنه. در قسمت اسباب 3 چیز باید در نظر بگیریم. در وقتی که در اسباب کار میکنیم باید 3 چیز. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب خود نوشته کرده که اگر کس از اسباب استفاده میکنه باید 3 نقطه را در اینجا باید مراعات بکنه که با حفظ عقیده اسلامی از این اسباب استفاده شود. این 3 شرطش چی هست؟ که باید 3 شرط در استفاده از اسباب باید ما این شرط ها را در نظر بگیریم. یکی این است که خود یک چیز سبب مستقل شدن نمیتونه. که مثلا ما بگیم که اینمی چیز حتما امی کار میکنه. مثلا اگر من پیش دکتر برم اینمی دوا را داد، باید اوت عقیده نکنیم که والا اینمی دوا که از خلاص اگر میره من خوردم اینمی مرا جور میکنه. نه خیر، باید بفهمیم که در تنها بر ازی شفای تو یک سبب نیست، بلکه در پشت از اینمی سبب مسبب الاسباب خلق کرده، الله را خلق کرده. پس این دوا یک وسیله هست، لکن اصلا شفا دهنده الله هست. پس در پالی ازی که تو دوا را استفاده میکنی به الله هم رجوع میکنی که پروردگارا همین دوایی را که خودت بر ما امر کردی که از استفاده کنیم ما در عالم اسباب از استفاده میکنیم، پس پروردگارا تو ایره برای ما چی کو؟ ایره برای ما سبب شفا بگردان. از این خاطر احیانا آدم دوا را میخوره دوا فایده نمیکنه. پس تنها باید عقیده نکنی که فقط اونم یک چیز که است، یعنی خلاص اگر من از این سبب استفاده کردم از این وسیله استفاده کردم خلاص. نه، باید مسبب الاسباب و کسی که این اسباب خلق کرده او هم در نیت و نظر تو باشه. از این خاطر علما چی میگن؟ میگن الجوارح تعمل والقلوب تتوکل. میگه فکرتان باشه که در عالم اسباب اعضای بدن کار میکنن، دست کار میکنه، پای کار میکنه، مثلا چشم کار میکنه، این جوارح میگه اعضای بدن انسان تعمل کار میکنن، والقلوب تتوکل و دلها توکل میکنن. اینی هست اصل عقیده یک مسلمان که با در عالم اسباب از دست، از پای، از عقل، از علم، از دانش خود کار بگیره، از کلش کار بگیره. از حس خود کار میگیریم، از عقل خود کار میگیریم، از علم خود کار میگیریم، لکن والقلوب تتوکل، لکن با قلب خود توکل میکنیم به الله سبحانه و تعالی. یعنی تو نیست که تنها در عالم اسباب از اسباب بگیریم مثل کافرها. این عادت بیدینا هست که تنها عقیدهشان به اسباب است، به مسبب الاسباب عقیده ندارن. لکن ما و شما مسلمان واقعی کی هست که هم از اسباب استفاده بکنه، هم از از توکل. مثل که یک دهقان مسلمان میرسه گندم زمین قلبه میکنه و گندم در بین ازی میپرته و زمین خودم آب میده، دانه رو وقتی که انداخت توکل به الله میکنه که پروردگارا آل دیگه ایره من انداختم اینا رو رویاندن ازی به تو چیز. از این خاطر تنها ببینن تنها سبب همین نیست که آدم دانه رو در بین زمین پرته، صدها سبب دیگه هست برای برآمدن از این دانه بر از این. چرا که زمین، موادی که زمین داره، کاری که زمین میکنه، دیگه چیزهایی که در اینجا کلش کار میشه، کل از اینا چندین سبب یک جای شده تا که یک دانه، مثل که میگه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی معنی از این است که تو رفتی نان، یعنی کل سبب به دست آوردن نان 5 روپیه هست یا 10 افغانی هست. این گپ نیست. بسیاری وقتا انسان خوب پیسه می داشته باشه از گشنگی میمره، پس او پیسه نیست. پیسه یکی از اسباب است که تو از نان با نان میخری، لکن به خاطر به دست آوردن یک نان اونجا ابر کار کرده، باد کار کرده، ماه کار کرده، خورشید کار کرده،
تمام از اینا کار کرد تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی دیگه چندین عنصر کار کرده، زمین کار کرده، کل از این کار کردن. یعنی یک سبب نیست که فقط بگه نه والا در پی داشتی. میگه یک پادشاه بود، یه همیشه برای همون دوستای خود بچهای خود یا میگفت که بچه‌هایم کل زندگی و پادشاهی و کل چیز که از سر پیسه هست، پیسه پیدا کنه. حالا بسیاری کساس همین خدا کشته و زده که پیسه پیدا کنم، فکر میکنه کل خوشی ها و سعادت و نیکبختی در پیسه است. این صاحب همیشه کلگیره میفهمه. هر قدر برش علما میگفتن که او پادشاه صاحب کل چیز پیسه نیست، ما فوق پیسه هم گپای دیگه هست، تو زیاد چیز نکن. نه هیچ گپ کسی رو قبول نکن. بالاخره علما گفتن خلاص خدای پاک دیگه نشان بده که اگری بفهمه. صاحبی تمام روز بچهای خدا کلگیره میگه حالا پیسه پیدا کنین، حالا طلا پیدا کنین، حالا زمرد پیدا کنین، حالا صاحب دانای قیمتی پیدا کنین، پیسه خوب ذخیره کنین. این نبی هر چیز است. صاحبی خود از یام دیگه نظر به عقیده که داشت، در زیر قصر خود یک چیز بسیار کلان ساخته بود. یک چی میگن همین پیسه و مال و جواهری گپا را که نگاه میکردن، خزانه، یک خزانه بسیار لوکس صاحب ساخته بود. و خزانه از این صاحب به خاطر از اینکه دزد نزنه خوب هم تو دروازه‌ای هم تو دبل محکم که اگه در درون این به بسیار سادگی صاحب بازم نشه و خلفای بسیار کلان دیگه انداخته بود. خب هر روزی که این پیسه را پیدا میکرد میبردیم داخل این چیز میمون. یک روز از روزا میگه صاحب این پادشاه صاحب ساعت 9 بجه شب یا 10 بجه شب است. خب آدمای پیسه دار همیشه شرطی میباشن، اکثر آدمای پیسه دار زیاد دیوانام که میشن، این پیسه دارای زیاد میشن که از اینکه چرتش زیاد است، هیچ بسیاریش خو ندارن. خب میگه صاحب ساعت 10 بجه شب از 2:30 بجه شب یه دفعه در چرت ازی گشته که همین خزانه داره که ما وظیفه دادیم دیگه، یک کلی پیش ازیست، یک کلی هم دیگه پیش می خزانه دار است. این خزانه دار کدام پیسه میسر را نزده باشه بسر نیست، تو باش من یک دفعه برم همین خزانه خود چی کنم، همین خزانه را یک دفعه ببینم چی گپ است. میگه صاحبی که رفت داخل خزانه میره که در خزانه جواهرات سایکو، طلا را سایکو، نقره را سایکو، ایر سایکو، سیفای مختلف باز میکنه سر کردن میره. دمی جریان است. میگه در فکر می خزانه دار میگرده که امروز ما 4 بجه که رفته بودم تو نشده باشه که این دروازه رو باز نمونده باشه. این صاحبی رو هم خونه میبره. خزانه دار میره در ساعت 10 11 بجه که اگه دروازه یادم رفته باشه امروز خب من رفتم خزانه چرتی میشه که دروازه رو قلف کردم یا نکردم. خب میگه تو باش برم که میره سال میگه که او به خدا دروازه خب باز مونده. این زوزو از این ترس از بیرون دروازه رو قلف میکنه و نه در جای خود خدا میبره. شکر که رفتم که اگر پادشاه خبر میشه که من خزانه رو باز ماندم خب مرا در اعدام برابر میکرد. خود صاحبی پادشاه صاحب یک وقتی که کل جای سال میکنه پس میگه که دروازه بسته است. آل صاحبی طرف سال میکنه اون طرف سال میکنه و تا چیخ میزنه دروازه رو مامت خودش دروازه محکم بسته کرده، نه صدای زیر کس میشه نه هیچ. خود صاحب بیچاره میمونه قرار سر خدا سر از این طلا بانده که باز کلی خدا میره سر زمرد میمونه، باز کلی خود سر خلطه سر هر کدامش مانده میره. خب بیرون صاحب کلگی میگن که پادشاه چه شد، مادر اولادایش پرسان میکنه که ملکه صاحب پادشاه را چی کرد؟ میگه من نمیفهم ساعتای 10 11 بجه بود یک دروازه یک تق کرد و البته بیرون جای رفته. خب چی کردن؟ بالاخره گفتن این پادشاه عادت داشت یگان وقت صبحی وقت از خواب میخیز میره به شکار. البته شکار رفتن کدام گرگ یا پلنگ یا شیر خوردش. خب صاحب یک روز صبر کردن، 2 روز و 3 روز و 4 روز و 5 روز یک هفته نرفتن. بالاخره فاتحه‌گیری اجرا کردن و ایواز از این بچه از آوردن در سر تخت شاندن که شاندن. خب یک هفته یک و نیم هفته تیر شد. این خزانه دار بر بچه از گفت که برای پادشاه صاحب محترم این خزانه دار کلی خزانه پدر پیش ما بود، اینمی امانت بگی اینه یک مرتبه بیا سایه خزانهش. خب یا هم تامش یک بره خزانه پدر سال کنه، سال میگن پدرش کلی خود در سر خلطه زیورات مانده و دانه‌های قیمتی بازم بالا سر خود نشته کرده که من در تمام عمر خود میگفتم که طلا هست و پیسه هست و زیورات هست و دانه‌های قیمتی هست. این ما با وجود داشتن میلیون ها میلیون از پول از گشنگی مردم. کلی در سر خلطه زیورات ما مردم صاحب از گشنگی. از این خاطر فکرتان باشه که تنها یعنی گپ سر از این بود که اسباب چی هست که یک سبب نمیتونه که همه چیز به دست بیاره، پس باید آدم مسبب الاسباب در نظر داشته باشه که او همین اسباب خلق کرده. پس شرط اولش بود که یک سبب معین نمیتونه مستقلاً به هدف برسد، باید همراهش اسباب دیگر هم باشد.
بنابراین اونجا موانع دیگه هم وجود داره و به الله رجوع بکنیم پروردگارا این موانع را از مقابل ما وردار و همین سببی را که خودت خلق کردی این برای ما مثلا همین دوایی را که برای ما اجازه دادی همین را شفا بگردن. دوم شرط دومیش است که یک نفر بدون علم و مخالف شریعت یک چیز را سبب برای یک چیز بگردانه. حالا مشکلی است که بسیاری کسا بسیاری چیزها را سبب برای یک چیز میگردانن و اون نیست. مثلا بعضی کسا فکر میکنن که والا اگر ما یگان سنگک و یگان چوبک و یگان خاک و قلخ حویزان کنیم این سبب شفا برای ما میشه، در حالی که سنگ بیچاره چیکار نمیتونه. بعضی کسا سر گردن اولادای خود موره ها را کشال میکنن، سر سینه شکاک سعی کنیم موره هست و صدف هست و این گپا هست. یاره الله سبب بر شفا نگشتانده. پس وقتی که تو به این عقیده میکنی در حقیقت بعض صفات خالقه بر از اینا میتی. و متاسفانه از این خاطر آدم باید وقتی که یک سبب بر یک کار میگیره باید او سبب با علم و اگر شرعی باشه باید در شریعت ثابت باشه. بنابراین بعضی کسا پیش بت میرن که والا بت مرا بچه میته یا دختر میته، یا پیش زیارت میره که زیارت برای ما بچه و دختر بده، یا پیش فلانی میره پیش فالبین میره که صاحب بخت ما بسته هست، تقدیر مثلا مکددی تقدیر من نیست تو برو همین تقدیر تغییر بده. پیش فالبین که میرن چرا میرن؟ یعنی به این عقیده هستن که فالبین میتونه تقدیر چی کنه؟ تغییر بده، در حالی که فالبین بیچاره تقدیر خود تغییر دادن نمیتونه و او تقدیر به دست از اون نیست. یا مثلا ستاره ما آفتابی است تو بگی ستاره مرا مثلا آتشی، کلش گپای دروغ و جادوگراست که مردم فریب و بازی میتن. از این خاطر انسان نمیشه که مثلا چیزی که سبب نیست او را سبب فکر بکنه، مگر باید با اساس علم باشه و اگر مسائل شرعی است باید توقیفی آیت و حدیث باید در قسمت داشته باشه. تو نیست که هر چی دلت شد بگی خلاص این بر از اون سبب است. از همین خاطر است که بسیاری مردما که کافر میشن و مشرک میشن و از دین میبرن که یک چیز سبب شرعی نیست او را این سبب جور میکنه. اون نیست. علاوه والا صاحب اگر مرغ چطور کنی قسم میشه و اگر مرغ آزان داد سر ما قیامت میایه و اگر کفتر شاید شمشیره را دست زدیم مچم سر فلانی میامه. در حقیقت اینا از اونمو صفات خالق اینجا منکر میشه. پس سومی شرط چیز که اعمال دینی را نباید سبب بدون ورود نص چی کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه عبادات توقیفی است. هر عمل دینی وقتی که انجام داده میشه که این عمل سبب عظیم میشه. مثلا علما میگیم که ایمان و اخلاص و تقوا سبب رفتن انسان به جنت میشن. یک نفر دیگه میگه که نه والا من نماز نمیخوانم، من عبادت نمیکنم، من تقوا نمیکنم، من ترک دنیا میکنم، همین ترک دنیای من سبب رفتن من به جنت میشه. این غلط است. چرا؟ به خاطر از اینکه در دین مقدس اسلام 70% عبادت ها اجتماعی است. زکات یک عبادت اجتماعی است، حج یک عبادت اجتماعی است، ازدواج یک عبادت اجتماعی است، اولاد به دنیا آوردن و اولاد درست تربیت کردن یک عبادت اجتماعی است، علم، تعلیم، درس یک عبادت اجتماعی است، تطبیق نظام الله و سیاست الله و سیاست اسلامی و قانون الله کلش عبادت های اجتماعی است. اینا یک کسی که میگه من ترک دنیا میکنم در حقیقت 70% دین ای ترک کرده و این سبب نجات از این نمیشه. از این خاطر میگن که وقتی ما میخوایم که یک چیز سبب برای نجات خود بگردانیم باید منصوص در شریعت باشه. در شریعت چی میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کجای عزیز سوره والعصر گفته که و کسان نجات پیدا میکنن که ترک دنیا کردن، در حالی که ترک دنیا و رهبانیت و ازدواج نکردن بر ضد از احادیث آیات آمده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ نکاح سنت ما هست، روش ما هست، ما نکاح کردیم، تو از ما که خوب آدم هستی. بعضی کسا میخواد که خود از پیغمبرم کردن خوب آدم جلوه بده. ما که پیغمبر خداستم ازدواج کردیم. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کسی که از سنت من روی دور میده فلیس منی، هیچ امت من نیست، هیچ مسلمان نیست. و تو میخواد بعضی کسا میخواد نه چه کمرایتون نبسته کنین، بچهای جوان ازدواج نکنین، دخترها سب ازدواج نکنین، برین قرار بشینین، شما به خاطر خداوند هستین، بنده های خدا هستین. الله این قسم بنده کار نداره.
اینی جاعل فی الارض خلیفه را ثابت بسازه که الله گفته که من میخوایم در زمین خلیفه بیارم، نگفته که من در زمین تارک دنیا گوشه‌نشین در قبر خواب کننده ایره دارم. صحابه کرام چرا مثلا 1 لک نماز مکه مکرمه است، چرا آمد اینجا در شهدای صالحین اینجا دفن است، چرا رفت در چین دفن است، چرا افغانستان آمد اون نمازهای 1 لکی رمان؟ به خاطر از که میفهمید که برادر اگر من تنها به فکر نمازهای 1 لکی باشم که 1 لک ثواب بر من باشه، این امتی که کافر میمونه باز من جواب بزیری برنامه‌تون و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر از پیش من میمونه. از این خاطر نمازهای 1 لکی رو در اوجا ماندن، آمدن سب اینجا و شهید شدن در افغانستان، در چین شهید شدن، در ترکیه شهید شدن، در کل دنیا قبر صحابه هست. اما اگر مسلم اوتو آرمی بود خلاص میفتیم بالا بیادر گل ما را به مردم چی با خوب و بد خلق جهان کار نداریم، دل کس کافر است دل کس مسلمان است. ما خودم میریم در پیش خانه کعبه، در بغل خانه کعبه یک اتاقک بر خود جور میکنم، هر نمازه که خانم 1 لک 1 لک 1 لک 1 لک. او انسان بی عقل از صحابه از ما اوتو کرده بسیار هوشیار بودن. ایناله هر کسی که در افغانستان میگه لا اله الا الله ثوابش 1 کاپی از او تو فورا به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میرسه، به حضرت عمر میرسه. از اون خاطر اونا حرکت کردن به خاطر ازی که این صحابی که اینجا شهید شده، به خاطر هر کسی که مسلمان شده توسط ازی این الضال علی الخیر کفاعله، 1 نفر مسلمان ساختی تا روزی که کلمه میخونه اون خلاص است. اگر بچهای از مسلمان میشن نواسای از کواسای از همون تو رفته میره. این میال 20 دمی 14 قرن در افغانستان مثلا مسلمان ها هست، این 14 قرن ثواب به حضرت عثمان میرسه. اما اگه اون نمازه 1 لکی رو میگرفت وقتی که خودش فوت میکرد دفتر اعمالش بسته میشد، لکن دفتر اعمال از بسته نشد چون او دین نمیفهمید. ما تو مشکل ما چیست؟ از این خاطر میگه که برادر عزیز وقتی که یک اعمال دینی را سبب فکر میکنی باید معقولانه فکر بکنی و از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و دلیل داشته باشی. از این خاطر وقتی که بسیاری کسا میخوان که ترک دنیا را و ای که مثلا ما تنافر فقط درسته، ذکر بهترین چیز است، ذکر بهترین چیز است، لکن ذکر چی هست قربان؟ ذکر تنها گفتن سبحان الله و الحمدلله هست یا ذکر خود قرآن ذکر است؟ انا نحن نزلنا الذکر. چی است مرادش اینجا ذکر؟ وقتی که الله میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر فرستادیم و ما او را حفظ میکنیم، منظورش چی است اینجا ذکر؟ قرآن عظیم الشان است. پس خود قرآن ذکر است. وقتی که تو قرآن میخوانی و به قرآن عمل میکنی و مطابق قرآن زندگی میکنی، اینی از ذکر حقیقی الله سبحانه و تعالی که 24 ساعت در تمام اعضای بدن تو در ذکر الله مصروف است، احکام الله را تطبیق میکنن. از این خاطر این 3 شرط علمای کرام که گذاشته بودن در اینجا هست. مسئله دیگه که است گفتیم این است عالم اسباب. عالم اسباب فهمیدیم. پس ما در عالم اسباب زندگی میکنیم، از دست خود، از چشم خود، از پای خود، از عقل خود، از فکر خود، از وحی الهی، از قرآن عظیم شان، از پیغمبرا، از سنت پیغمبرا استفاده میکنیم. ما در عالم اسباب هستیم و این اسباب الله بر ما خلق کرده، یعنی کلش سبب میشه که ما به طرف هدایت و راه درست بریم. اگر پیش دکتر میریم مخالف شریعت و مخالف دین نیست، در عالم اسباب اجازه هست. اگر دوا میگیریم مخالف هزینه نیست. اگر کار میکنیم مخالفش دین نیست، کلش جز دین است، چرا الله بر ما راه دین نشان داده و گفته این دین اسلام است. خب این حالی ای شد عالم اسبابی که ما زندگی میکنیم، اینمی جهان است و ایده ای اسباب زندگی میکنیم. عالم دیگه عالم ما فوق اسباب است، عالم ما فوق اسباب است. مثلا عالم اسباب چیست؟ عالم اسباب، در عالم اسباب وقتی که یک پسر جوان با یک دختر جوان نکاح بکنه، این پسر جوان و این دختر جوان اردویشان مریض نباشن، تکلیف نداشته باشن، در عالم اسباب اینمی ازدواج از یا منجر میشه به این که اولاد به دنیا بیارن. پس هر پسر جوان و هر دختر جوانی که با هم ازدواج میکنن، اینمی سبب میشه که یا صاحب خانه و فامیل اولاد شون. این عالم اسباب است. خی عالم ما فوق اسباب چی است؟ ما فوق اسباب این است که او به قدرت انسان نیست، به دست انسان نیست، انسان نمیتونه در او مداخله کرده بتونه. ما فوق اسباب است. در این اسباب دنیایی نمیشه. حتی در این قسمت پیغمبرها را شما سائل کنین، پیغمبرها علیهم السلام وقتی که در عالم اسباب زندگی میکردن، مثلا قصه بیبی مریم است، در پیغمبرها مثلا قصه ابراهیم علیه السلام است، مثلا قصه زکریا علیه السلام است.
زکریا علیه السلام به الله سبحانه و تعالی میگه که عالم اسباب است. در عالم اسباب زکریا علیه السلام ازدواج کرد، امرای خانم خود ازدواج کرد. خانمش دکترها برش گفتن که خانمتون نازا هست، این اولاد به دنیا آوردن نمیتونه. زکریا علیه السلام هم صبر کرد چندین سال، بالاخره ریشش سفید شد، استخوانایش ضعیف شد. در اینمی وقت ایمان داشت به عالم مافوق اسباب. عالم مافوق اسباب این است که الله سبحانه و تعالی اسباب خلق کرده، اگر الله بخواد بدون اسباب برای یک کس اولاد میده. اسباب تعلق با ما میگیره، مافوق اسباب با الله تعلق میگیره. قال ربی انی وهن العظم، آمد دعا کرد گفت پروردگارا وهن العظم منی، استخوانایم بسیار ضعیف شدن، واشتعل رأس شیبه، و مویایم هم سفید شدن، ولم اکن بدعایک رب شقیا، پروردگارا من دعای تو هم اتو نافرمان نبودم که به غیر الله برم، یا برم به قبر بابا کلانم، یا به قبر ابراهیم علیه السلام، یا برم به فلانی و او رو بگیم برای من بچه و دختر بده. آمدم مستقیما به بارگاه خودت در داخل خانه خودت در داخل مسجد. الله سبحانه و تعالی برای الله چی گفت؟ فهب لی من لدنک ولیا. هب یعنی فهب لی یعنی هبه بده برای من، یک تحفه بده. من لدنک از جانب خودت، ما فوق اسباب. سعیز که من سفید هستم، خانم ما نازا هست، لیکن تو ذاتی هستی که ما فوق اسباب به تو تعلق میگیره. فهب لی من لدنک ولیا، برای من یک کسی بده که ولایت امور ما بعد از من مثلا همین کارهای مرا ای پیش ببره و چیز شود. پس الله سبحانه و تعالی برش پسر داد یحیی علیه السلام. در قصه ابراهیم علیه السلام، قصه ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم علیه السلام خانمش اولاد به دنیا نمی آورد. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، نگاه قصه میمانای ابراهیم علیه السلام برش تو آمده. از دخلوا علیه، وقتی که داخل شدن پیش ازی، فقالوا سلام، گفتن السلام علیکم. ابراهیم علیه السلام گفت سلام قوم منکرون و علیکم السلام. بین شما کی هستید؟ من شما را نمیشناسم. آمدن شیشتن، چند نفر میمانا. ابراهیم علیه السلام دید که میهمان آمده، نمیشناسیشون هم. خب انسانیت است، اخلاق است، پیغمبر است. گفت که رفت بیرون، فراغ الی اهله، رفت پیش فامیل خود. برای فامیل خود گفت که همون گوساله‌ها که ما را ذبح کنین که نام خدا میهمان آمده، برای از یک غذا تهیه بکنین. فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین، یک گوساله چاق است، برای از ذبح کرد و کلش صاحب غذا تیار کرد و آورد پیششون من. وقتی که غذا را پیش روی از یمان دید که نمیخوره، فاوجس منهم خیفه، از پیش از یا ترسید. من صاحب شما میمانا آمدین خب بخورید. یا برشان گفتن که ما ملائکه هستیم، ما غذا نمیخوریم، مثل انسان ها رو نفس نداریم که غذا بخوریم. خب ابراهیم علیه السلام غیب میفهمید؟ میفهمید؟ خب قرآن میگه نمیفهمید. اگر غیب میفهمید بیادر شما ملائکه هستین بشین قرار. تا هنوز هم ابراهیم علیه السلام نفهمیده بود که ملائکه هستن. در چیرین انسان ها آمده بودن. فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف، نترس. و بشروه بغلام علیم، بشارت دادن، گفتن خداوند بر تو یک بچه میده. میگه اون خانمش جدان دروازه شیشته بود، اون جدان دروازه مشید گپای از اینا. میگه فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. میگه زن برش گفت که اوه در روی خود زد سکت وجه. زنا بسیار عادت دارن که وقتی که سرشون گفت چیز بیاد در روی خود چی میگی توی عجوز عقیم، زن پیچ سفیده که در جوانی صاحب طفل نمیشه، مال که پیر شدیم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. کار الله است، ما فوق اسباب است. پس اینال انسان مسلمان باید اسباب بفهمه و ما فوق اسباب بفهمه. پیغمبر چرا به الله رجوع کرد؟ به خاطر از اینکه خود پیغمبر در عالم اسباب زندگی میکنه. وقتی که ما فوق اسباب شد به الله رجوع کرد. الله برش گفت که من ما فوق اسباب بر میدم. خب ابراهیم علیه السلام بر خود بچه داده نمیتونه، زکریا علیه السلام بر خود اولاد داده نمیتونه، به الله رجوع میکنه که پروردگار بر من یک اولاد بده. آیا همین کسایی که در افغانستان ما و شما همین قبرها و زیارتها کسیا از ابراهیم و از زکریا علیه السلام که رتبهشون بلند است؟ بلند است یا پایان؟ خب وا که برای خود داده نمیتونستن، در عالم اسباب به الله رجوع میکنه. این مردم افغانستان که پیش از این میره که برای مثلا بچه بتی یا دختر بتی، از یه چی جور کردن؟ خدا جور کردن نکردن.
حال پیغمبر در قرآن بر ما میگه که پیغمبر خدا میگه بر پروردگار میگه ربی اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. پروردگار ما سرسفید شدیم، ضعیف شدیم، اولاد ندارم، برام اولاد بدید. عالم ما فوق اسباب. حال یک نفر دکتر جواب میده یا یک نفر برش اولاد نمیشه، بازی میرسه در زیارت که بر من بچه بده یا دختر بده، و یا برش نشته میکنه که من بر تو بچه میتیم یا دختر میتیم. یعنی این که معنای ازی است که الله برای بعضی بچه میته، برای بعضی دختر میته، برای بعضی اردوش میته، برای بعضی هیچ کدامش نمیته. 4 قسم مردم است. صحیح است؟ الله 4 قسم مخلوق خدا داره. برای بعضیش بچه میته تنها دختر نمیته، برای بعضیش دختر میته بچه نمیته، برای بعضیش اردوش میته هم بچه میته هم دختر میته، برای بعضیش هیچ کدامش نمیته. خب عالی کسی که اینجا شیشته او کسی که الله برات بچه و دختر نمیته، این برش میگه که من برات بچه و دختر میتم، یعنی تقدیر الله را تغییر میته. یعنی این صلاحیت داره که تقدیر تغییر بده. و این که نشته کده میره و فکرش 500 است، خبر نداره که خود تکه کردی خانه خراب. این یک 6 تا پوش بده باز خاک و شطور کنی با اینمی تعویض زدی خود عالم غیب ساختی دا ما فوق اسباب گفتی من تصرف کردم میتونم. از این خاطر بسیاری کسایی که عقیدهشان خراب است که میگه در آخر زمان یک نفر صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشه، خیلی علتش هست. از عقیده خبر ندارن، فرق بین عالم اسباب و ما فوق اسباب نمیکنن. عالم اسباب عالم ما انسان هاست، عالم ما فوق اسباب عالمی هست که در تصرف موجود نیست. حتی در تصرف پیغمبرها نبودن. پیغمبری که اولاد نمیداشت، حضرت محمد صلی الله علیه و چرا اولاد نداشت؟ چرا بچه‌هاش کلش در طفولیت فوت کردن؟ چرا بچه جوان نداشت؟ به خاطر از اینکه برای موضوع عقیده بکنیم که پیغمبر نمیتونست برای خود بچه بده. اگر میتونست یک 20 بچه را خوش داشت، نمیگه که یک 20 بچه داشته باشه سر معامله شه و بخواد دفاع بکنه. وقتی که خود پیغمبر بچه جوان نداشت، معنای از این است که پیش رویش در آغوش خودش بچه جان میته. وقتی که اولادش پیش روی خودش جان میته و نفسش میبره و او را شفا دادن نمیتونه و او را مرگش پس گشتاندن نمیتونه و او در طفولیت طفلایش میمره و پیغمبر میاد در احادیث که گریه میکرد و میگفت که انا لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، مجگر خون هستم در فوت تو بچه که ابراهیم. خب پس چرا که پیغمبر در عالم اسباب زندگی میکنه و خلق کردن و تصرف کردن در امور و برای کس بچه دادن، برای کس دختر دادن، کلش مربوط الله میشه و دیگه پیغمبر تصرف کردن نمیتونه. امروز ما مالک متصرف به عوض الله یک مخلوق قرار میدیم که این مخلوق میتونه این کارو بکنه و یک تعداد انسان‌هایی که بیچاره یا دجال است، شیطان است، میفهمه به خاطر کفر خودی کار میکنه و یکی بسیار بی‌عقل است، از دین بی‌خبر است، از عقیده بی‌خبر است، درس دین نمیفهمه، تا بال یک روز هم اسباب موافق اسباب نمیفهمه. از این خاطر دایری بدبختی ها گرفتار هستن. به این شکل مربوطایی که مثلا چیزایی که غیر مقدر است او به او دعا و توکل است. دعا میکنیم پروردگارا اگر اولاد در نصیب ما باشه و اگر اولاد به نفع ما باشه پروردگارا بر ما اولاد بده. دعا هست و توکل به الله میکنیم. دیگه مسئله استعانت است که اعتماد به الله در جلب منافع و دفع ضرر. اینجا گفته که باید انسان استعانت چی رو میگن که خود استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا استعانتی که مربوط به عقیده میشه اعتماد است، اعتماد بر الله در جلب منافع و دفع ضرر به همراه یقین به حصول آن. تفسیر سعدی جلد اول صفحه 36. استعانت میگه دو اصل را جمع میکنه. وقتی میگیم ایاک نستعین خدای فقط از تو استعانت میخوایم، این چی است؟ یکی اطمینان داشتن به الله هست، دوم اعتماد به الله هست. در کتاب مدارج السالکین جزء اول صفحه 36. یعنی وقتی که استعانت میخوایم، علامه مقریزی چی میگه که حقیقت عملی استعانت این است که از آن به توکل تعبیر شود. وقتی که میگی ایاک نستعین، چی معنی ایاک نستعین؟ که از او به توکل تعبیر شود، ما به الله توکل میکنیم و این حالت برای قلب است. همین تعلق به قلب میگیره که در اموری که ما فوق اسباب است به الله توکل میکنیم. الله بر ما داد راضی هستیم، نداد هم راضی هستیم. این حالت بر قلب چه وقت حاصل میشه؟ از معرفت الله سبحانه و تعالی نشأت میکنه. کسی الله را بشناسه و به اینکه او ذات یگانه در خلق است، او خالق است و در امر او امر کننده است. در تدبیر است، این تدبیر زمین و آسمان او تدبیر میکنه و در ضرر و نفع است.
بنابراین واجب است که به الله اعتماد نمود و امور را به الله تفویض کرد و به او اعتماد داشت. از این خاطر کسایی که به الله اعتماد دارن و امور به الله تفویض میکنن و استعانتشان فقط برای الله سبحانه و تعالی هست، اینیا مسلمانای واقعی و حقیقی هستند. و این کسایی که مثلا در عالم مافوق اسباب بسیاری چیزا را تصرف به مخلوق، والله اگر شهر کابل بسیاری کسا هست، همین بعضی ریش سفیدا خفه نشن میگه والله اگر عاشقان عارفان نمی بود کابل حال وقت چپه شده بود. خب پیش از عاشقان عارفان چرا کابل چپه نشد؟ یعنی یک مسئله اعتقادی بسیار خطرناک است که اونا مخلوق به جای میرسانن که اگر فلانی شخص نمی بود. والله اگر یک ولی صاحبگام در افغانستان می بود، این افغانستان مکه یا مدینه میگشت. این حالا بعضی گفا هست که در مسائل مافوق اسباب بر مردم مشکل ایجاد میکنن. از این خاطر بهترین ادب بر الله است که عالم اسباب بفهمیم و بگوییم که ما و پیغمبرا کل ما در عالم اسباب زندگی میکردیم و عالم مافوق اسباب به الله تعلق میگیره و انسان مسلمان در عالم مافوق اسباب بغیر از الله و کس دیگه رجوع نکنه و فقط به الله مطابق آیت قرآن که ایاک نعبد و ایاک نستعین زندگی بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.